الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمین. براتون 4 اخطار میتونم. کوشش میکنم که سخنرانی امروز تا جایی که بتونم کوتاه بسازم، اما فکر نمیکنم زودتر از 45 دقیقه خلاص شود. اما حالی ایره براتون میگم و بازم ما براتون راهنمایی میکنم که چه قسم به آرامی از مسجد برین بدون اینکه فهمیده شود. پس راههای جانبی خروج است، پس میتونن فرار کنن، ناراحت نمیشم. از جایی که میخوایم شروع کنم، در حقیقت یک چیز ترسناک است. دین ما دین حقیقت است. حقیقت شامل خبرهای خوب و شامل اخطارها هم میشه. پیامبر ما علیه السلام، تمام پیامبران مخصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله متعال ایشان یک قسم توصیف کرده. هم خبر خوب میته، هم اخطار میته. اگه فقط خبرهای خوب بگیرن، پس یک شخص میتونه اخطار فراموش کنه. و اگه فقط اخطار بگیرن، باز یک شخص ناامید میشه و فکر میکنه هیچ خبر خوبی نیست. فهمیدین؟ من بهترین کوشش خود کردم که در ماه رمضان روی ای تایید کنم، چون این ماه امید است که روی اخبار خوب تمرکز کنم. محبت و امیدی که باید برای الله عزوجل رشد بتیم. اما در عین زمان باید یک تعادل باشه و حتی امروز در آخر وقت بازم یک پیام امید میگم. اما باید از جای شروع کنم که زیاد پیام امید نداره. میفهمین اشخاصی که قبل از ما آمدن که الله به بنو اسرائیل یک کتاب داد. ما قرآن داریم و اونا یک قرآن دیگه داشتن. قرآن او را قرآن دیگه خطاب میکنن، یعنی قرآن قبلی. و اونا قرآن از زیاد جدی نگرفتن. اونا یک قسم فکر پیچیده را ساختن که اگه ما مثل مسلمان ها خوب نیستیم مشکلی نیست. حتی اگه الله ما را به جهنم بفرسته، بدترین حالت ممکن الله ما را به جهنم میفرسته. فقط اندازه رخصتی هست، چند روز. و بعد چون ما را بسیار دوست دارن، مسلمان ها بالاخره به جنت میرن. پس اگه به جهنم بریم هیچ مشکلی نیست. مشکلی نیست، او قم بد نیست. لن تمسنا النار الا ایام معدوده. آتش به جز چند روز برای ما نیست، فقط چند روز است. موضوعی است قبل از روز قیامت یا قبل از بهشت و جهنم روز قیامت است و روز قیامت یک روز نسبت به قول الله 50,000 سال میگذره. این روز قیامت است. حتی بهشت و جهنم هم نیست. روز قیامت فقط یک روز است و بهشت و جهنم همیشگی است. پس وقتی کسی میگه چند روز، به این فکر نکنن که 24 ساعت وقت زمین میچرخه و آفتاب غروب میکنه و طلوع میکنه، چون آفتاب و مهتاب و زمین کلشون در یک سطح قرار میگیرن. پس قسمی که حال 24 ساعت حساب میکنیم، دیگه وقتی که آخرت شروع میشه او قسم روز و شب حساب نمیشه. فهمیدین؟ کسایی که فکر میکنن برای چند روز میرن اما مفهوم روز در جهنم نیست. پس اول به این از ذهن خود دور کنیم. دومین چیز این است که بفهمیم توصیف جهنم در جاهای زیادی در قرآن توصیف شده، اما میخوایم یک توصیف قرآن بگویم که الله در مورد آتش جهنم داده و این احتمالاً به نظر ما مهمترین توصیف جهنم در قرآن است. به حیث شاگرد قرآن این نقطه شروع میدونم. اگه یک نفر این رو بفهمه، کاملا جهنم میفهمه. آیه با این شروع میشه. ولئن مستهم. حتی اگه با این شروع میشه، حتی اگه. حال در ترجمهش وقتی میگن اگه، مثلا اگه ما برم بعد شما را اونجا میبینم. اما اگه کسی بگه حتی اگه ما برم، یعنی امکانش بسیار کم است. پس وقتی آیه با لئن شروع میشه، یعنی ای که احتمال او سناریو رو بسیار بسیار کم میسازه. الله این قسم اهمیتش کم میکنه. فهمیدن؟ پس یعنی که الله بیانیه را ضعیفتر میسازه. حتی اگه چی شوه؟ الله میگه حتی اگه مستهم، حتی اگه کم اونا رو لمس کنه، کمی لمس کنه. مثلا در عربی به معنای اقل درجه الاصابه. وقتی چیزی کم شما رو لمس میکنه و به سختی حس میکنن. مثلا میفهمین؟ مثلا پشه لمس بسیار کم، لمس بسیار کوتاه، حتی اگه برای 100 ثانیه باشه، 100 ثانیه، این مس است. حتی اگه کمی اونها رو لمس کنه، برای همیشه نه، برای 100 ثانیه. مستهم. شاید فکر کنن آتش لمسشان کنه، شاید مجازات باشه. الله میگه حتی اگه
شروعش یا باد اونا را لمس کنه. بگذارین براتون از باد بگویم. نفحه در عربی یعنی وقتی کسی دروازه رو بسته میکنه. وقتی دروازه بسته میشه کمی باد داخل میایه و پرده شور میخوره، یا کسی کلکین بسته میکنه و پرده شور میخوره. درست است؟ این باد کم که از طرف دیگه داخل میایه یا بیرون میشه، این هر دو نوعش لفحه و نفحه است. لفحه با لام و نفحه با نون. لفحه با لام یعنی اگه باد گرم باشه و نفحه با نون یعنی اگه سرد باشه. الله میگه حتی اگه باد اول یعنی باد سرد اونا رو لمس کنه از عذاب ربتان. اگه الله ایره میگه منظورش این نیست که آتش جهنم به کسی میرسه. دی آیه ایره نمیگه که آتش کسی را لمس میکنه، حتی نمیگه که باد گرم کسی را لمس میکنه. او سرترین بخش آتش شرح میته که حتی برای همیشه نیست. ضمناً در فیزیکس حالت ماده است که میخوانیم جامد، مایع و گاز. اگه جامد و مایع لمستان کنه شما حس میکنین، اما گاز به زحمت حس میشه. گاز امیال ما را لمس میکنه، هوا حال ما را لمس میکنه اما حس نمیکنیم. و الله در آیه شرح میده که چی اونا را لمس میکنه؟ هوا اونا را لمس میکنه. و او چه قسم است؟ گرم است یا سرد است؟ هوای سرد است. هوای سرد کمی اونا را لمس میکنه. حالا نکته قابل توجه، میدونین نفحه یعنی بسته کردن دروازه. به عبارت دیگه اونا هنوز در داخل جهنم نیستن، در حقیقت طرفش میرن و کمی هوای سرد بسیار اندک بسیار اندک اونا رو لمس میکنه. باز عکس العمل اونا چی است؟ میگن اونا فریاد میزن یا ویلنا، او بدترین نوع شکنجه از امیال برای ما شروع شده. إنا كنا ظالمين. ما همیشه اشتباه کردیم. اونا همون لحظه شروع به اعتراف به تمام گناه خود میکنن. دلیلی که اول ای آیه را بسیار براتون کوتاه توضیح دادم این است که الله در این آیه تجربه جهنم شرح نمیده و انشالله که الله هر مؤمن از آتش جهنم دور نگه داره. اما الله شرح میده که حتی تجربه نزدیک شدن به او و لمس کمی از باد جهنم برای صدم ثانیه بعد از او یک انسان طور فکر میکنه هیچ نوع شکنجه بدتر از این است. و می خاطر الله در مورد جهنم میگه إنها ساءت مستقرا ومقاما. یک جای بسیار بد است، حتی برای مدت کوتاهی یا برای مدت طولانی. برای یک ثانیه هم فکر نکنین که ما گناه کردم، حتی اگه الله مرا به جهنم ببره بالاخره یک روز میبرایم. این فکر نداشته باشین. حالی گفته شد وقتی روز قیامت شروع شود اتفاقای زیادی در روز قیامت است و یکی از او اتفاقا وقتی انسان‌ها جمع شدن و نمیفهمن کجا برن، نمیفهمن به کجا روی بیارن. این در حقیقت حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که مسلمانان تشنه یادگیری هستند. بعضیا آمدن و به سمت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویدن، چون مشهور است که او این حدیث یاد داشته. حدیث طولانی است، در بخاری روایت شده. میرن و میخواین این حدیث یاد بگیرن. این بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و او گفته حدثنا محمد صلی الله علیه و سلم. این گفته های انس ابن مالک است. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. با دقت گوش کنین. وقتی روز قیامت شروع میشه مردم به صورت امواج جمع میشن، به هم دیگه میخورن، آشوب میشه، هر کس از پشت کس دیگه میدوه فيأتون آدما. و یک قسم آدم علیه السلام پیدا میکنن. یک قسم پیدا میکنن و انسانها به سمت آدم علیه السلام میدوند. فيقول اشفع لنا الى ربك. میدوند و میگن میشه لطفاً به خاطر ما با الله صحبت کنی؟ ما بسیار میترسیم که با الله صحبت کنیم. تو اولین انسان هستی، تو کسی هستی که الله به فرشته‌ها گفت به او سجده کنن. تو کسی بوده که انتخاب شدی. تمام ما اولادای تو هستیم، تو پدر ما هستی، پس برو به خاطر ما با الله صحبت کن. ما بسیار میترسیم. آدم میگه فيقول لست لها میگه من برای این کار صلاحیت ندارم، این کار نمیتونم. لست لها ولكن عليكم بإبراهيم. آدم میگه چرا همراه ابراهیم گپ نمیزنین؟ باید با او صحبت کنین. حالا انسان ها پشت کی میگردن؟ ابراهیم علیه السلام. فإنه خليل الرحمن. آدم میگه پیش او برین چون او دوست نزدیک الرحمن بوده. واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم به حیث دوست نزدیک برگزید. با ابراهیم صحبت کنین، او کمکتان میکنه. پیش ابراهیم علیه السلام میرن. فیأتون ابراهیم فیقول لست لها. پیش ابراهیم علیه السلام میرن و او میگه من صلاحیتی را ندارم، من برای این کار نیستم، نمیتونم به خاطر شما با الله صحبت کنم. ولكن عليكم بموسى. چرا پیش موسی علیه السلام نمیرین؟ انسان ها پیش موسی علیه السلام میدوند. فانه کلیم الله. او کسی بود که با الله زیاد صحبت میکرد. و کلم الله موسی تکلیما. قرآن میگه موسی علیه السلام با الله در گفتگوهای طولانی صحبت میکرد. پس او از قبل با الله صحبت میکرد. امروز روز خوبی است، برین با موسی بگوین او به خاطرتان با الله صحبت میکنه. فانه کلیم الله فیأتون موسی فیقول لست لها.
موسی میگه نه، من صلاحیتش ندارم و این کار نمیتونم. فعليكم بعيسى پس برن پیش عیسی علیه السلام برن. فإنه روح الله وكلمته روح او توسط الله داده شده. او کلمات الله كن هست. فيكون. او کلمات الله است که با اعجاز متولد شد. پس او یک قضیه خاص در بین تمام پیامبراست. برن و با او صحبت کنن. فيأتون عيسى پیش عیسی علیه السلام میرن. فيقول لست لها من حساب. این کار نمیتونم. کار من نیست. برای این کار آفریدن نشدم. باز میگن ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نه، شما انسان ها باید که پیش محمد صلی الله علیه و سلم برن. انسان ها پیش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میرن. فيأتوني فأقول باز تمامشان پیش من میاین و رسول الله صلی الله علیه و سلم به انسان ها میگه أنا لها من برای این کار آفریده شدم. من برای این کار هستم. صلاحیت این کار دارم. أنا لها فأستأذن على ربي ضمناً قبل از اینکه بیشتر بگویم یک منظره در روز قیامت است. الله میگه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله میگه روزی است که گروه ملائکه مثل یک لشکر استاد میشن و زمان میایه و هیچ کس اجازه صحبت نداره. قسم سکوت میشه که هیچ در بشریت سابقه نداشته. این قسم سکوت هیچ وقت وجود نداشته. الله میفرمایند هیچ کس صحبت نمیکنه، گپ نمیزنه إلا من أذن له الرحمن. بغیر از کسی که الله به او اجازه میده، الرحمن به او اجازه میده و او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیش الله عزوجل میایه وقتی هیچ مخلوق الله نمیتونه صدای ایجاد کنه. صدای هیچ مخلوق شنیده نمیشه. پیش الله میایه و از الله اجازه میخواد تا که صحبت کنه. فيؤذن لي پس من اجازه میتم و او میگه ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. پیامبر میگه الله در او روز یک روش خاص برای ستایشش میده و یک روش خاص برای شکرگزاری که تا حال به من نداده. یک وحی خاص به رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت داده میشه که قبل از او به هیچ مخلوق داده نشده و با او روش خاص الله را در روز قیامت ستایش میکنه. لا تحضرني الآن هنوز برای من نامده، هنوز برای من داده نشده. فأحمده بتلك المحامد من الله را با کلمات خاصی که خودش به من داده ستایش و شکر میکنم. وأخر له ساجدا. وقتی الله او کلمات به من داد، بعد از اینکه او کلمات گفتم پیش روی الله به سجده میافتم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این موقعیت است که این موقعیت مقام محمود میگن. یک جایی که میتونن تقریبا او را استیج بگوین که ستایش شده و انسان ها میتونن او را ببینن. میتونیم ما گفتگو را ببینیم. تمام ما آرام هستیم و پیامبر به سجده میفته و وقتی به سجده میفته الله متعال همراهش صحبت میکنه. او با الله صحبت میکرد. حال الله صحبت میکنه و چی میگم؟ يا محمد ارفع رأسك. میگم محمد سرت بالا کو، از سجده بلند شو. و الله میگه و قل، صحبت کو، یسمع لک، گپایت شنیده میشه. و فقط الله نمیشنوه. فقط الله نمیشنوه، تمام انسان هایی را میشنون. يسمع لك. الله میگه تعطى. چیزی بخوا به تو داده میشه. هر چیزی که بخوای داده میشه. تصور میتونن که یک مخلوق الله در روز قیامت، کدام مخلوق الله در مقامی است تمام ما از الله درخواست میکنیم در روز قیامت أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نور ما را کامل کن و ما را ببخش، گناه های ما را بپوشان. ما این از الله عزوجل میخوایم و اینجاست که الله به این مخلوق خود میگه به جایی که پیامبر از الله بخواد، الله به او میگه تو چیزی بخوا، هر چیزی که بخوای برات میتونم. سل تعطى. این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. باز میگه اگه بخوای از طرف یک نفر دیگه صحبت کنی، میخوای شفاعت کسی را کنی که همراهش ملایم باشم، ادامه به تو شفاعت کو. ما برات حق ایره میتونم که از طرف مردم دیگه صحبت کنی. تشفع. این ضمانتی است که الله به پیامبر خود صلی الله علیه و سلم داده. فأقول يا رب. پس من جواب میتونم یا رب. أمتي أمتي. این تنها چیزی است که میگه. تمام جمله‌ش هم است امت ما، امت ما، مردم ما، مردم ما. هر کس در روز قیامت میگه نفسی نفسی، ما. پیامبرای الله که از مردم میخواستن به دین بیاین، مثل ابراهیم علیه السلام در این جهان تنها نگرانیش انسان ها بودن. در روز قیامت میگن نه، یک جای دیگه برن با موسی صحبت کنن. تشویش موسی علیه السلام بنی اسرائیل بود، او میگه نه، برن و با عیسی علیه السلام صحبت کنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با توصیفات روز قیامت در قرآن فکر کنن. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
مادر که طفل خودش شیر میته او را میندازه مثل که هیچ چیزی نبوده، که چیزی نباشه. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه یک شخص از برادر خود فرار میکنه، از مادرش، از پدرش، وصاحبته وبنيه. از خانم خود، از طفل خود. شما هم یالم از دست خانمایتان فرار میکنین. پس این آیه براتون ترسناکترین نیست. خب با خود میگن چی عجب. خب اما این کاملا جدی است. در او روز هر کس به تشویش کی است؟ خودش. در حقیقت یک شخص استاد میشه و میگه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. یا الله هر کس در زمین است بان به جهنم بره اما بان ما بهشت برم. این هم در قرآن است. انسان ها قسم میشن و در او روز تنها انسانی که پیش روی الله متعال صحبت میکنه و اولین کلمه ای که از دهانشان بیرون میایه امتی امتی است. این محبت رسولتان برای شما صلی الله علیه و سلم، امت ما و ما اگه او را دوست داشته باشیم، این یک یادآوری از چیزی است که قبلا گفتم. چطور میشه که پیامبر یک قسم محبت به امت داره و ما از این امت نفرت داریم؟ چه قسم میشه؟ چه قسم میشه که ما اینقدر عصبانیت، قضاوت، نقد، تفرقه، جنگ، گمان و غرور به همدیگه داشته باشیم؟ و اینا کسایی هستند که ادعا میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارن. چه قسم اون محبت اینا را از شما دور نمیکنه؟ ما چی فرقی داریم که بیشتر هستیم؟ فهمیدین؟ پس وقتی پیامبر میگه امتی امتی، الله جواب میده، فيقول انطلق میگه پیش برو، پیش برو. فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. گوش کنین، الله میگه برو ازشون بگی هر کسی که یک ذره ایمان، شعیرت در حقیقت به معنای دانه جو است، یک دانه جو است، کمی درازتر است. حتی اگر اونا به او اندازه ایمان داشته باشن، هر ذره ایمان، هر ایمانی در قلبشان اگه ای را داشتن، اونا را بیرون بیار، بیرون بیار، پیش برو. میتونین این منظره را تصور کنین؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم از صدا میزنه برو 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 برو، اونا را میگه که برن و حال فرشته ها استادشان میکنن. چون بعضیا حتی یک ذره، ضمن یک ذره ایمان یعنی چی؟ بعضیا کار حرام میکردن، هم میتونست کارهای بسیار بدی میکردن، نه؟ و همی که این کارا را میکردن و تمام میشد، یکم احساس شرم میکردن. یک چیز در داخل برایشان میگفتی یه اشتباه است، نباید این کارا کنم. الله دایی بار ازم میپرسه، اما بالاخره راهی پیدا میکردن که با او فکر نکنن. باز میگفتن بله الله مرا در حرام آغشته کرده، چه قسم از این اعتیاد خود خلاص کنم؟ نمیفهمم چه قسم از این موقعیت بیرون شوم، از این بدی چطور خلاص شوم؟ اما نمیخوایمش، این را در زندگی نمیخوایم. اما در این بدی بند ماندیم. او یک مقدار کم ایمان در قلبشون فریاد میزد و هیچ کسی او را نمیشنید، قلبشون میشنید. و الله متعال میگه حتی اگه اونا اقا داشتن، برو اونا را بیرون بیار، اونا را بیرون بیار. و وقتی پیامبر اونا را بیرون میاره، فرشته ها اونا را استاد میکنن، چون بعضی اونا حتی او قدر هم ندارن، حتی او صدای خورد در داخلشان نیست، پس استادشان میکنن. فأنطلق فأفعل ما پیش میرم این کارا میکنم، ثم أعود. باز پس میایم. یعنی فرشته ها استادشان میکنن. هنوز مردم در پشت سر گریه میکنن، ما چی میشیم، ما چی میشیم؟ بعد پیامبر برمیگرده پیش الله عزوجل فأحمده بتلك المحامد. و من پیش الله برمیگردم و با کلمات قبلا ستایشش میکنم. متوجه باشین، اولین بار اجازه الله را خواست، نه؟ بار دوم هیچ اشاره به اجازه نشد. ایره میبینین؟ او فوراً شروع به ستایش الله متعال میکنه. الله ایره ازش خواسته؟ نه، این محبت پیامبر بر امتش است که پس میره و الله را ستایش میکنه و امیدوار است که الله برش اجازه بده. التماس میکنه. ثم أخر له ساجدا باز پیش الله به سجده میفتم. فيقال يا محمد این گفته میشه ارفع رأسك سرت بالا کن وقل يسمع لك و سخن بگو شنیده میشه، وسل تعطى چیزی بخو بازم به تو داده میشه واشفع تشفع. و شفاعت مردم بکو. برات این فرصت داده میشه که اونا را بیرون بیاری، برات این فرصت داده میشه که سفیر اونا باشی. فأقول يا رب أمتي أمتي. پیامبر میگه یا رب امتی امتی، بازم اونا. اما تو حال کسایی که ایمان داشته را بیرون آورده و الله میگه پیش برو. فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. او میگه برو هر کسی را پیدا کن و بیرونشان بیار که در قلبش وزن ایمانش اندازه یک نقطه باشه، نه یک بذر. او دراز بود، اندازه نقطه یا دانه خردل، دانه های بسیار خرد. و وقتی الله میگه به اندازه وزنش، امروز ما ترازوهای دیجیتالی داریم، نه؟ قدیما یک قسم ترازوها داشتن.
اگه یک مشت برنج مینداختی شور نمیخورد، اگه بیشتر مینداختی بیشتر شور میخورد. ترازوهای دیجیتالی حال کیلوگرم و گرام نشان میده. یکم میندازین و میگه 0.001 گرم. کوشش کنین یک دانه برنج بونین یا یک بذر، وزنش میگیره یا نه؟ نمیگیره. الله میگه من این دسترسی را به نام تو به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسایی میتم که ایمان دارن و در دنیا وزن نمیشه، حتی در دنیا اندازه نمیشه. ضمناً اگه به اندازه یک بذر کمک کنین متوجهش میشین؟ حتی متوجهش نمیشین. میفهمین چی؟ این ایمانی است که حتی کسی که داره متوجهش نمیشه، خودش به سختی میفهمه. چی برسه به یک نفر دیگه؟ اگه کسی یک بذر مصرف کنه اونا را تغذیه و سیر نمیتونه و کافی نیست. این ایمان برای زندگی خوب داشتن کافی نیست. اما در یک جای قلبشون بوده، کمی آشنایی با الله بوده، کمی عناصر شکرگزاری، کمی عناصر رحمت و وفاداری بسیار کم در قلبشون بوده و الله میگه حتی اگه در این اندازه پیدا تو نیستی فأخرجه فأنطلق بازو را بیرون میارم و بعدش میرم فأفعل. و من این کارو میکنم. حتی اون انسان ها بسیار زیاد از مردم هستن که از الله دور هستن، بسیار مقدار کمی ایمان در قلبشون مانده. خب به نظر من همینجا داستان تمام میشه. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز تمام نشده، دوباره میره. أحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ما دوباره با دعای مشابه پس میرم و بازم پیش روی الله به سجده میفتم. فيقول يا محمد ارفع رأسك بازم گفته میشه سرت بالا کن، وقل يسمع لك سخن بگو شنیده میشه، وسل تعطى. چیزی بخواه به تو داده میشه. الله متعال با آسانی میتونه بگه این کارا را کردی، برات قبلا داده شده، از قبل داده شده. اما این سومین باری است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه ادامه به شفاعت مردم بکن و برات فرصت این کار داده میشه. برای چانس میتم تا شفاعت مردم بکنی، از طرف اونا صحبت کن. این را برات میتم. فأقول يا رب أمتي أمتي. او میگه امتی. حالا بیاین اینجا چند دقیقه مکث کنیم. اگه شما فرصت داشتین که الله میگفت هر چی بخوای برات میتم، فقط بخوا برات داده میشه. چی میخواستین؟ ما یک لیست داریم. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چند باری فرصت داده شد؟ 3 بار. و چند میلیون انسان از قبل نجات داده بود؟ بار سوم میشد که یک چیز برای خود بخواه. وقتی الله به یک انسان بگویه هر چی بخوایی برات داده میشه، و این مرد صلی الله علیه و سلم پیش روی الله ایستاد شده و الله برش میگه هر چیز بخوایی برات میتم، و بازم در زبانشان این امت است، امتی. پس الله میگه فيقول پیش برو. فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. الله میگه پیش برو، کسی را پیدا کن که کوچکترین ذره بذر ایمان داشته باشه. با او اندازه ای که شما او را مایکروسکوپی میگین، حتی اگه یک اتم به اندازه یک اتم فرعی ایمان داشتن که حتی در این دنیا دیده و شنیده و احساس نمیشه، حتی اگه به این اندازه در جایی از ناخودآگاه خود داشتن و خودشان هم درک نکردن، حتی اگر این اندازه بود، برو اونا را بیرونشان بیار. اگه عمیق در قلب خود داشتن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فأخرجه من النار. الله برش میگه فأخرجه من النار. اونا را از آتش بیرون بیار. به این کلمات دقیق گوش کنین. از چی بیرون بیار؟ از آتش. یعنی بعضی اشخاص داخل آتش هستن. مردم این حدیث هم میخونن و فکر میکنن در روز قیامت امن هستیم و آتش به ما نمیرسه. اما حدیثی را نمیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش الله شفاعت میکنه. این روز 50,000 سال وقت میبره. قضاوت بعض مردم تا وقت خلاص شده، از قبل در آتش هستن، اونجا هستن. و در مورد او آتش براتون گفتم، وقت برای 100 ثانیه هوای او را حس کنن، فکر میکنن که هیچ شکنجه بدتر از این نداشتن. و بعض مردم تا او وقت داخل آتش میرن و پیامبر الله هنوز از اون مردم ناامید نشده. و ضمناً اونا مسلمان هستن. چون پیامبر چی گفت؟ چی کلماتی را بیان کردن صلی الله علیه و سلم؟ امتی. او مسلمان ها در آتش هستن. کافر در آتش نیستن، اونا مسلمان ها هستن و برای اونا التماس میکنن. پس او میگه انطلق فأفعل. پس من پیش میرم. فلما خرجنا. ضمناً رسول الله ایرم میگه
و حدیث تمام بشه. انس ابن مالک دیگه چیزی به گروهی که برای یادگیری آمده بودن نمیگه. قلت لبعض أصحابنا ما به کسایی که برای یادگیری حدیث آمده بودن و برای بعضی دوستای خود گفتیم لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة شاید باید پیش الحسن بریم. از او شنیدیم و ایره شنیدیم کس دیگه ای که این حدیث هم میفهمه کی است؟ الحسن. باید پیش او هم بریم. او وقت انس ابن مالک بسیار پیر شده بود. در این حدیث چند بار پیش الله میره؟ 3 بار. خوب مدتی تیر شدم و ما فهمیدیم که یه حدیث الحسن هم یاد داره. ایره نشنیده بودن. برشان شوک بود. پس میخواین تایید کنن. باز هم چیز مشابه از که شنیدن؟ حسن رضی الله تعالی عنه میشنون که در خانه ابو خلیفه زندگی میکنه. پس بریم پیداش کنیم. میرن و پشت این صحابه میگردن و ایشان پیدا میکنن. فحدثناه بما حدثنا. خب همون چیزی که انس گفته بود گفت. حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه ما پیشش آمدیم و سلام دادیم. فأذن لنا با ما اجازه داد که داخل شویم و صحبت کنیم. فقلنا له يا أبا سعيد ما برش گفتیم پدر سعید، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك ما از پیش برادرت انس ابن مالک آمدیم. فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. ما هیچ وقت تجربه شبیه به چیزی که او در مورد کار پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت گفت نداریم. فقال هي. او گفت مثلا بگوی بله شما میفهمین. پس فحدثناه بالحديث. به این معنا هم است که بگوین از انس چی یاد گرفتین. حدیثی که از انس ابن مالک شنیدن گفتن. فانتهى إلى هذا الموضع. پس حدیث تا جایی که 3 بار پیش الله میرن برشان میگن. فقال هي. خب میگه خب دیگه چی؟ فقلنا لم يزد لنا على هذا. گفتن از این بیشتر چیزی نگفت، فقط همینا رو گفتن. لقد حدثني وهو پس حال حسن شروع به صحبت میکنه. لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة. او این حدیث وقتی به ما گفت که در دوران جوانیش بودن. 20 سال پیش. این حدیث چند سال پیش گفت؟ 20 سال پیش. فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. مطمئن نیستم که باقیش فراموش کرده یا نمیخواد براتون بگوید، چون اگه بگوید شما مردم تنبل میشن. او میگه این حدیث بخش 4 هم داره و ما مطمئن نیستم که بگویم. مطمئن نبود. من فکر میکنم چون او 20 سال پیرتر شده شاید حافظش یاری نمیکنه. اما شک دارم که به این خاطر نگفته چون شما چی میشین؟ تنبل. اونا میگن يا أبا سعيد حدثنا. میشه برای ما بگویی؟ همه قسم ما میخوایم بفهمیم. پس او خندید. وقال خلق الإنسان عجولا. یک آیه از قرآن خواند که انسان‌ها قسمی خلق شدن که دوست دارن عجله کنن، میخوان زود به چیزی برسن. ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به. ما این گپ به خاطر ای گفتم که میخواستم براتون بگویم، فقط میخواستم آزارتان بتم. من همون چیزی را میگم که انس چند سال پیش گفته؟ 20 سال پیش. قال ثم أعود الرابعة. دقیقاً چیزی که گفته درست بود. اما بعد ثم أعود الرابعة. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باز من برای بار 4 پس میرم. فأحمده بتلك المحامد. بازم الله را با دعای خاصی که برام داده ستایش و شکر میکنم که قبلا به هیچ مخلوقی داده نشده. ثم أخر له ساجدا. باز من پیش الله به سجده میفتم. فيقال يا محمد ارفع رأسك. محمد سرت بالا کن. وقل يسمع لك. سخن بگو شنیده میشه. وسل تعطى. چیزی بخواد داده میشه. واشفع تشفع. از طرف مردم چیزی بخواه و برات داده میشه. حال در این موقعیت هیچ چیز کوچکتر از عقق ایمان نمونده. پس تمام احتمال با ایمان بودن از بین رفته. أدنى مثقال حبة. تمام شده. پس فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. رسول الله نگفت امتی. این بار امتی را نگفت صلی الله علیه و سلم. او گفت یا رب به من اجازه بده که هر کسی لا اله الا الله را قبول کرده را بیرون بیارم. هر کسی که را گفته. مثلا میگه خب درست از خدای وجود داره. یک بار بعضی دانشجوها در دانشگاه با مسلمان ها بحث داشتن درباره خدا. از لحاظ فلسفه قبول میکنم که خدایی است. راست میگه قبول میکنم که خدایی است. نمیگم که مسلمان هستم. فقط ایرم میگم اگه چیزی پرستش میشه باید حتما او خدا باشه. یه احساس در قلبشون ندارن. کسی را پرستش نمیکنن. فقط به این نتیجه میرسن. درست است؟ و ضمناً این مشابه چیزی است که الله در سوره حجرات شرح داده. وقتی گفته قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بهتر است بگوین که ایمان دارن.
برشان بگو که شما ایمان ندارین. شما فرزند اسلام قبول کردین، نظریه اسلام، نظریه ها همینجا هستن. ایمان کجاست؟ ده اینجا. هر چیزی که در قلب است، کسایی که در قلب خود چیزی داشتن از قبل برده شدن. حال کسایی که بعضی مفاهیم از وجود الله دارن او را تمرین نکردن، هیچ کاری نکردن، فقط این نظریه را قبول دارن که فقط یک خدا باید پرستش شود. پیامبر میگه هر کسی که به این نظریه رسیده که گفته لا اله الا الله، اگه ای را گفته، فيقول باز الله میگه وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، با قدرت خود قسم میخورم، با جلال خود قسم میخورم، با شکوه خود قسم میخورم و با عظمت خود قسم میخورم. لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ما خودم کسایی را که لا اله الا الله گفتن بیرون میکشم، چون تو گفتی صلی الله علیه و سلم. ما از جای شروع کردیم، از ترسناکی آتش جهنم، و داخل رسول الله صلی الله علیه و سلم این شفاعت برای ما میکنه. میفهمین؟ این حدیث یکی از مهمترین حدیثی است که شما میبینین. حتی 20 سال بعدتر انس ابن مالک حال پیر شده و مردم میگن ما چیزی درباره شفاعت شنیدیم، میخوایم بفهمیم. و تا امروز این حدیث یکی از قدرتمندترین احادیث پیامبر است که بسیار سوء استفاده شده صلی الله علیه و سلم. هیچ وقت فکر سوء استفاده را نکنین. این یک اجازه نامه برای نجات پیدا کردن ما نیست. وقتی ما با دقت به این حدیث گوش کنیم میفهمیم که الله به پیامبر خود صلی الله علیه و سلم اجازه میده که مردمی را از جهنم بیرون کنه که نه ایمانشان و نه اعمالشان کافی نبوده. در طرف دیگه مردمی هستند که ایمان در قلب خود دارن، عقیدت دارن، اعمال خوبشان در دست راستشان است و این اعمال خوب در روز قیامت به نور مبدل میشه و این ایمان در روز قیامت نور میشه. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نور از سینهشان و از دست راستشان میتابه، تبدیل به مشعل میشه، مثل چراغ موتر، مثل قیر تاریکی است، اما راه جنت پیدا میکنن. راه جنت پیدا میکنن و باید از بالای جهنم تیر شوی. إن منكم إلا واردها. این امر الله هست. همگی باید از بالای جهنم تیر شوند، همگی، هیچ استثنایی نیست. و تنها با نور است که میتونی از پول تیر شوی. اگر نباشه میفتی. و مردم راه میرن و بعضیا اوقا نور دارن که میتونن فاصله مکه تا سوریه را ببینن. بعضی اوقا نور دارن که فقط میتونن پیش روی پای خود ببینن، چون ایمانشان ضعیف بوده. اما این حدیث درباره کسایی نیست که نور کم یا نور زیاد دارن. اینا اوقا نورشان کم بود که چیزی را نمیدیدن. فهمیدین؟ این حدیث درباره این اشخاص است و کسایی که اون نور را داشتن به الله التماس میکنن. أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نور ما را کاملتر بگردان. اجازه نده که باتری این نور تمام شود. اجازه بده که به جنت برسیم و ما را ببخش. ما پیش الله التماس میکنیم که ما را واجد شرایط شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانه. التماس میکنیم تا از کسانی باشیم که زیر سایش هستند. التماس الله را میکنیم که ما را از کسانی نگردانه که باد سرد آتش جهنم احساس میکنن، حتی از بیرون. التماس الله را میکنیم که ما را از امت وفادار پیامبر خود صلی الله علیه و سلم بگردانه. نه کسایی که پیامبر ازشان شکایت میکنه، بلکه براشون التماس میکنه. کسایی که شکایتشون میکنه قبلا گفتیم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قوم ما قرآن رها کردن. ما نمیخوایم از او اشخاص باشیم، میخوایم از کسایی باشیم که پیامبر شفاعت ما را پیش الله میکنه و باشد که تمام ما را شامل شفاعت پیامبر بگردانه. دعا میکنم که هر کدام ما از تعلیمات زیبای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نمایندگی کنه و محبتی که برای پیامبر خود داریم در بین خود نشان بده. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.